در وکالتدار روید به حقوق انسان در وزارت معارف جمهوری تاجیکستان، معارف و علم جمهوری تاجیکستان، در وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان، در وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان، در وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان و در کمیته کاربازان و عائله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان همین گونه ترتیب‌ها قبول شده هستند که کودک میتواند شخصا خودش به مقامات مراجعت نماید. از جانب وکالتدار روید به حقوق انسان در همکاری با دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان یک لایحه وارد نمودن تغییر الهه‌ها به قانون جمهوری تاجیکستان درباره مراجعت‌های شخصانی واقعی و حقوقی، به کودکس عائله جمهوری تاجیکستان و به قانون جمهوری تاجیکستان درباره حفظ حقوق کودک تهیه و به حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرده شد و هدف از پیشنهاد همین لایحه‌ها در آن است که به کودکان نیز ما حقوق دهیم که با نظرداشت کمالات، با نظرداشت سن سالشان به مقامات دختار، به سوبیکت‌های دختار مستقلانه مراجعت نمایند.